پرسیدن برای شروع چه محتوایی خوبه؟ گیم، ولاگ یا طنز؟ به نظرم بستگی به خودت داره و علایقت. شروع کن. این مهمترین چیزشه. مثلا انقدر بعضیا حساس میشن و تو سرشون فکر میکنن که حالا چی کار کنم، حالا علاقم چیه، حالا با چه محتوایی شروع کنم بهتره. حالا شروع کن. این مهمترین چیزشه. مثلا انقدر بعضیا حساس میشن و تو سرشون فکر میکنن. خب بچه سلام، من زریما من واقعا نمیدونم قرار چی کنم، ولی فهمیدم که اگه الان شروع نکنم دیگه هیچ وقت شروع نمیکنم. شروع کن. استارت کارو بزن. 5 تا ویدیو بزن، 10 تا ویدیو بزن. سلام بچه‌ها، من زهرام. زریما هم میتونی سلام کنی. اینجا شهر به نظر من شروع کردنه که سخت‌ترین پارتشه رو زودتر انجام بده که بگذره بره. اینو هی به تعلیق ننداز. من دیدم خیلی‌ها